سلام مجدد. من بنده نوروز تجری هستم. امروز نوبت بنده است برای ارائه پایان نامه. عنوان پایان نامه بنده طراحی پلتفرم آیدیو با قابلیت اطمینانه. خب موردی که هست توی بخش اول، توی مقدمه میخوایم اول بگیم که آیدیوها چی هستن و حالا کاربردشون چیه و به چه منظوری اصلا این پلتفرم‌های آیدیو اومدن و معرفی شدن طی سالهای اخیر. خب آیدیوها در واقع یه رویکردی هستند که کلا تغییر کرده و غیر متمرکز شده و اتفاقی که افتاده پتانسیل خیلی بالایی پیدا کردن، به خاطر اینکه نه محدودیت مکانی وجود داره، نه در واقع فیلتر به اون وجود داره که بگیم که یه سیستم در واقع مرکزی وجود داره که میخواد پروژه ها رو در واقع فیلتر کنه و این فرصت در واقع برای همه هست و بدون هیچ محدودیتی. ولی خب چالش های زیادی داره، جنبه های متنوع، که حالا چالشی که ما بهش در واقع تمرکز کردیم روش تو اسلایدهای بعدی خدمتتون عرض میکنم. بحثی که هست بخوام بگم هدف کلی حالا این تحقیق که ما اومدیم گفتیم که این بحث اعتماده یه چالش خیلی کلیه تو این سیستم. در واقع میتونیم بگیم که ما تلاشمون اینه که توی این پلتفرم حالا یه سری افراد هستن که از نظر تکنیکالی میان تمرکز میکنن روی این قضیه که حالا بحث اسمارت کانترکت و جلوگیری از اینکه هک نشن و این بحث سکیوریتی و تمرکزش رو دارن. ولی خب توی موضوع من تمرکزی که ما داریم روی این قضیه است که خب ما داریم یه سری پروژه ها اینجا داره در واقع معرفی میشه، لانچ میشه، حالا وایت پیپراشون، تیماشون و سایر حالا اطلاعاتی که دارن داره توی این بستر قرار میگیره و اینجا سرمایه گذاران این اطلاعات رو میبینن. ولی اینکه این چالش اینجا ایجاد میشه که روی کدوم یک از این در واقع پروژه ها سرمایه گذاری کنن، چون خیلی از پروژه ها هستن که در واقع پتانسیل خوبی ندارن، در واقع عمد نیست، ولی خب آینده روشنی ندارن، سوددهی بالایی ندارن و خیلی از این پروژه ها هم که همینطور که توی حالا ICO هم این اتفاق افتاد اصلا به نیت و قصد کلاهبرداری میان و این چالشیه که ایجاد شد توی حالا این دنیا و پلتفرم‌های آیدیو ها که ما بیایم اینو چجوری حلش کنیم. چیزی که هست ما گفتیم که میایم یه سیستم رأی‌گیری طراحی میکنیم و یه مکانیزم تشویقی براش میذاریم که با کمک اینا در واقع ما میتونیم کاری که انجام بدیم این در واقع به کمک این سیستم رأی‌دهی بیایم رتبه بندی کنیم و رأی بدیم به این پروژه ها و این رأی و این رتبه ها توی پلتفرم ما هست به صورت شفاف بدون هیچ سانسوری، چون اینا توسط اسمارت کانترکت ها انجام میشه و هیچ دخالتی توش انجام صورت نمیگیره در واقع. و با کمک این سیستم در واقع رأی‌گیری وقتی که سورت میشن این پروژه ها، پس پروژه هایی که به تپ پتانسیل دارن فرصت اینو پیدا میکنن که توی مراتب بالا قرار بگیرن و این مکانیزم تشویقی ما سعی کردیم که جوری طراحی بشه که هم افراد تشویق بشن که بیان مشارکت کنن تو این سیستم، تو این مکانیزم، و همین که رفتار مخربی نداشته باشن، چون رفتار مخربم باز یه چالش دیگه بود که حالا یه سری افراد میتونن بیان به یه سری پروژه هایی که در واقع هیچ سوددهی نداره، کلاهبرداری هستن، رأی بدن. و حالا ضرورت اصلا این تحقیقم این هستش که خب به خاطر اینکه حالا صنعت بلاکچین و بحث دیسنترالایز فایننس هم خیلی رشد سریعی داره، باید این بحث اعتماد و امنیت رفته حالا با یه سرعت نسبتاً بالایی باید حل بشه، چون حالا صرفاً فقط این سیستما نیست، کلی از سازمان‌های دیگه هستن که میتونن از این ووتینگ سیستم استفاده کنن، از این مکانیزم تشویقی استفاده کنن. سازمان‌هایی که اونها دیسنترالایزن، هیچ مرکزی وجود نداره برای در واقع اینکه بررسی بکنه و یه جورایی بیاد تفکیک بکنه حالا توی موارد متفاوت. و بحثی که اتفاقی که میفته اگر این کار بشه به صورت حالا
کارآمد و موثر در واقع پیاده سازی بشه، خب این پلتفرما اتفاقی که واسش میفته راحت‌تر میتونن منابع رو بهتر تخصیص بدن، ساده تر میشه، سریعتر میشه این روند و منجر به این میشه که هم اکوسیستم سالمتری داشته باشیم و بتونه حالا بحث رشد استارتاپ ها کمک کنه، بحث تولید ثروت کمک کنه، نتایج پروژه ها خیلی میتونه بهتر باشه، چون این تخصیص در واقع منابع خب خیلی داره بهتر شکل میگیره. بحث یه مورد دیگه هم که هست توی بحث این در واقع سیستم طراحی رایدهی، خیلی از سیستم‌های رایدهی هستن که حالا این چالش وجود داره که به یک نوعی باز تمرکز توشون هست، حالا به صورت انگار غیر مستقیم. مثلا بحث تمرکز ثروت، افرادی که ثروتمندن یا در واقع منابع دارن میتونن شرکت کنن، همه نمیتونن. خب ما اگه بتونیم این سیستم رو در واقع، این ضرورتش هم هست که خیلی ها هستن که شاید اون منابع مادی رو نداشته باشن ولی دانشش رو داشته باشن که بتونن بیان تو این در واقع پلتفرم مشارکت کنن و با اون مشارکتشون در واقع باز به همین اکوسیستم و این پلتفرم کمک کنن. چون دقیقا اتفاقی هم که میفته، خب اینجا شفافیت رو ما داریم و میتونیم از این در واقع بحثی که از اون ثبت سوابق و بدون دستکاری شده که حالا اتفاقاتی که داره تو این پلتفرم میفته به صورت خودکار، خب ما میایم از این در واقع ثبت سوابق هم قراره که استفاده بکنیم یه جورایی. واسه همین ما باید در واقع این چون بلاکچین فرصت رو به ما داده و این خودش یه جوری میتونیم بگیم که مهم هستش، چون یه جورایی اگه از این قضیه استفاده نشه تو این پلتفرم منافات داره با اون هدفی که اصلا یه سیستمی مثل بلاکچین اومده. حالا ووتینگ سیستم ها متدای متفاوتی داشتن، از اول اومدن شروع کردن حالا با روش های خیلی ساده که گفتن مثلا روش های یه سری روش های اولیش این بود که اگر یه درصدی رأی رو بتونن بیارن، رأی حد اکثری، خب اون پروژه ها تو این سیستم ها برنده میشن، یا این که مثلا ما صرفا رنک میکنیم یا اینکه بر اساس توکن میایم رأی میدیم که حالا این بر اساس توکن رأی دادن مدل درجه دومش بهترین مدل بود. یعنی حالا توی مقالات و منابعی هم که من خوندم باز الان در حال حاضر داره بهتر از بقیه جواب میده، چون اشخاص وقتی که میخوان بیان در واقع مشارکت کنن و رأی بدن بابت اون رفتار، چون دارن یه جورایی پولشون در گرو این در واقع این سیستم میمونه، تلاششون این هستش که رفتار بهتری از خودشون نشون بدن و در واقع به پروژه هایی که قابلیت و پتانسیل بیشتری دارن رأی بدن. ولی خب بحثی که هست، همه اینا یه سری چالش در واقع یه سری نقصایی دارن که واسه ما همین چالش ها رو ایجاد میکنن. حالا بحثی که هست، من خودم اومدم گفتم که ما میایم سیستم رایدهیمون رو مبتنی بر اعتبار میکنیم، ریپیوتیشن میکنیم و این ریپیوتیشن رو ما میخوایم چجوری تعریف کنیم. خب ما گفتیم که سوابق افراد ثبت میشه توی بلاکچین و میتونیم از این داده ها استفاده کنیم و استفاده به این صورتی که افراد، حالا اینجا باز چون ما واسه همون مهم اینه که بحث همون تمرکز زدایی اینجا خیلی واسه ما مهمه، چون به واسطه همین ایجاد یعنی ماکسیموم کردن این مفهوم توی پلتفرممون میتونیم اون اعتماد هم بیشتر کنیم، چون خروجی های دقیق تری هم میتونیم بدیم. گفتیم خب هر فردی اینجا اگر توی این پلتفرم میخواد مشارکتی داشته باشه، یعنی در واقع تو این سیستم رایدهی مشارکت داشته باشه، بر اساس سوابق رفتارش توی گذشته ما میایم یک میزان اعتباری بهش تخصیص میدیم که این اعتباره به چه صورته؟ دو تا جنبه رو ما نگاه میکنیم. یکی از جنبه هایی که باید بهش در واقع توجه بشه اینه که اون فرد چقدر مشارکت کرده اصلا تو این پلتفرم. شاید آدمی که تازه ورود کرده به این سیستم و بازار و حالا یا اینکه اصلا اینطوری هم نیست، پروژه های زیادی رو داره انتخاب میکنه، حالا شاید سود خیلی بالایی هم نداشته باشن ولی سود دهن، یعنی باز هم همین داره کمک میکنه به این دیسنترالایز شدن
در واقع شبکه ما، پلتفرم ما. ولی موردی که هست، بحثی که هست، یه قسمتی هم میمونه که خب این فرد وقتی داره رأی میده، نتیجه این رأی هایی که داره میده در واقع خروجیش چی میشه؟ به چه پروژه هایی داره رأی میده؟ آیا به فقط میتونه خب به پروژه هایی رأی بده که در واقع ضرر دارن، اصلا سودی ندارن، یا اینکه اون شخص داره دقیقاً به پروژه های رأی میده که سودای خیلی زیادی دارن شاید، ولی مشارکت خیلی بالایی نداشته باشه؟ پس دو جنبه بهش نگاه میکنیم و یه مقداری میگیریم. ولی چیزی که مهمه، خب این عدد به تنهایی هر مقداری که باشه، چون ما داریم توی پلتفرم در واقع این کار میکنیم و رفتار نسبی اینجا واسه ما مهمه، اون اعتبارم نسبی واسه ما در واقع اهمیت داره. این هستش که میایم نسبت این اعتبار رو به مجموع اعتباری که حالا بقیه کاربرها کسب کردن، به دست آوردن حساب میکنیم و این در واقع بازتاب قدرت رأی اون آدمه. یعنی اگر یک رأی داره صادر میکنه واسه یه پروژه، باز آدم با آدم فرق داره. اگر اون فرد اعتبار بیشتری داشته باشه، داره بیشتر به اون پروژه کمک میکنه، انگار تعداد آدمای بیشتری، مقدار بیشتری به اون پروژه رأی داده شده. واسه هندل کردن این که حالا توی پیاده سازیش هم من رفتم جلو، یه آرمینی در نظر گرفتیم، که در واقع صفر نباشن زمانی که آدم ها میان. علت هم داره. یکی این که حالا بحثای جدا از بحث محاسباتی این هستش که اگر شخص کمتر از در واقع ریپیوتیشنش کمتر از اون آرمین شد، نشون دهنده این باشه که یه رفتار مخربی کرده و اون فرد به پروژه هایی که نباید رأی داده. حالا این که میتونه اون تعداد پروژه ها رو ما اصلا کاری نداریم، ولی قطعا به یه سری پروژه رأی داده که اونا ضرر داشتن. حالا میتونه به مرور زمان چند تا پروژه باشه یا پروژه های در واقع اولش باشه. این نسبت رو من در نظر گرفتم که بتونیم در واقع اون قدرت اون هر فرد رو توی اون پلتفرم بتونیم ارزیابی کنیم. حالا اتفاقی که میفته، باز برای در واقع رأی دهی اومدم که از توزیع آرا استفاده کردم، یه جوری که گفتم اون فرد خب یه در واقع ریپیوتیشنی داره، و اون رو در واقع داره بین پروژه هایی که ارائه شده تقسیم میکنه. و حالا این بیشتر توضیح میدم که من تا حالا توی کدزنی و اینا چجوری در نظرش گرفتم. اینطوری بود که گفتم که این شخص خب مثلا اگر 3 تا پروژه داره با اولویت‌های مثلا 10-20 که 60 میشه، اتفاقی که میفته اینجا طرف میاد مثلا به پروژه اول امتیاز 10 میده، یعنی در واقع یه 10 از 60 خودشو اون در واقع رأی خودشو صادر میکنه برای اون پروژه و در نهایت این هم نسبت به کل اولویتاش در نظر میگیریم. یعنی بازم این اینطوری نیستش که عدد محضی، چون میخوایم این اولویت بندیه قطعا کاربر انجام بده که باز هم این فیلتره، این سورتری که داره صورت میگیره دقیق تر باشه. یه جوری نیاد مثلا به همه پروژه ها حتی اگه میخواد رأی بده این آرا تقسیم بشن بین این در واقع افراد و دوباره اون خروجی که داره، باز اون نسبت اولویت بندی که خودش داره ارائه میده ضرب در اون ووتینگ پاورش میشه که باز قدرت رأیش رو بیشتر میکنه. یعنی اگه مثلا همه اعتبارشو میگه که من مثلا اگر 60 به صورت در واقع اینجا ریپیوتیشن رو ما میایم به صورت واحد در میاریم، مثل ارز بهش نگاه میکنیم، تو خودش ریز میکنیم. اون در واقع همین ریپیوتیشنی که حساب کردیم توی اسلاید قبل میگه که به طور مثال اگر 60 واحد ریپیوتیشن داره، این باید تقسیم بکنه و در نهایت ضرب در اون نسبت کنه. حالا اینجا رو یه ذره ببخشید من
حس میکنم خودم بد توضیح دادم، ارائه که تموم شد. اگر سوالی بود حتما توضیح میدم بازم. این باعث میشه که هم مجاب بشه که پس اولویت بندی کنه باز بین پروژه هایی که وجود داره، نتونه به همه مثلا رأی بده. من خودم اشتباهی که کردم مثلا این نسبت رو اول در نظر نگرفته بودم، یه 0 و 1 بود، این ووتین پاور فقط داشت بازتاب میکرد توی خروجیام و دیدم این جور در نمیاد. خب فرد میتونه به همه پروژه رأی بده و باز این نمیتونیم ما خیلی بهش اکتفا کنیم و در واقع همون اعتماد کنیم. ولی باز بین افراد در اساس اون سوابقی که داشتن تفاوت قائل میشیم برای رأیشون. حالا گفتیم که ما این ادعا رو کردیم که این مدل در واقع ووتینگ سیستمه که این در واقع ریپیوتیشن رو تعریف کردیم، میخوایم بیایم ببینیم که چه عمل کردی داره. بحثی که هست اینو خب ما باید پیاده سازی بکنیم و اتفاقی که میفته این در واقع گفتیم که با آی بی ام باید انجام بدیم که این بتونیم مقایسهشون بکنیم که آیا واقعا در واقع داره بهتر عمل میکنه بر اساس اون معیارهای ارزیابی که ما تعریف کردیم یا نه اصلا یه سری ایراداتی داره. من خودم خب خیلی تغییر دادم، همین مثلا مدلم و هی با توجه به همون حالا چیزایی که داشتم میدیدم و خروجایی که گرفتم، حالا اوریجش هنوز در نیاوردم که بذارم، ولی چیزی که هست گفتیم پس این روشه پس باید توسط آی بی ام انجام بشه. معیارهای ارزیابی هم که انجام در واقع داریم یه سری معیارهای کمیه، یه سری معیارهای کیفیه که حالا کیفی یه ذره خب با توجه به موضوع من خیلی نمیشد در واقع، یعنی من پیدا نکردم حالا موضوعی بتونم این مقایسه رو بهتر انجام بدم. بیشتر واسه پلتفرمایی میشد انجام در واقع استفاده کرد که الان هستن در حال حاضر. ولی معیار کمیمون یکی بحث این هستش که چقدر در واقع این میزان مشارکت در واقع توزیع شده توی پلتفرم ما و آیا هر فردی، این در واقع یک معیاری که ما میخوایم ارزیابی کنیم، با هر چقدر میزان اعتباری که داره چقدر داره نشون میده خودش و چقدر اثرگذاری دارن، حالا تا افرادی که در واقع اعتبار بالایی دارن، مشارکت بالایی دارن. یکی بحث خود میانگین خود در واقع همین میزان مشارکت افراده که چه میزان مشارکت انجام میدن حالا بین این دوتا ووتینگ سیستمی که داره انجام میشه. مقایسه یکی هم بحث اینه که چقدر این دقت درسته، یعنی این در واقع این پروژه هایی که داره رأی صادر میشه براشون با در واقع ووتینگ سیستم ما چقدر دقتش خوبه و اون پروژه هایی که حالا در واقع رتبه‌های خوبی آوردن در نهایت هم خروجی های خوبی دادن در مقایسه با روش های دیگه که حالا مبتنی بر توکن بودن و حتما بعد طرف توکن میخرید، یعنی با تخصیص منابع مادی میومد حالا رأی میداد. اینا رو مثلا مقایسه کنیم. یکم بحث این که چقدر پتانسیل اینو داره که این اگر هر چقدر در واقع رشد کرد بیشتر شدن تعداد کاربرا، در واقع بازم پلتفرم یه سیستمی باشه که جوابگو باشه و از حالا سمتای دیگه دچار در واقع چالش نشه. ولی معیار کیفی هم که حالا در نظر گرفتم این هستش که چقدر میتونه خودش رو در واقع آداپته کنه بعد و در واقع در لحظه، چون ما بحث بلاکچین هم هست، توی بستر بلاکچینیم این بازتاب رفتار آدم ها، بازتاب در واقع اون پروژه ها خودش رو توی کلیات پلتفرم نشون میده، توی خروجی ها نشون میده. حالا موردی که هست، من الان کاری که انجام دادم فعلا نمودارهاشو در نیاوردم چون حالا یه هفتم بود که تازه توافق قطعی شده بود روی آی بی ام ها و من این هفته نوبت ارائه‌ام بود، ولی خب تا جای خوبی رفتم جلو، انشالله اونم تا یک دو هفته دیگه اوکی میشه. ولی خب کاری که میشه انجام داد برای در واقع حالا توی
کارهای بعدی که میشه انجام داد، یکی بحث جنبه‌های دیگر این پلتفرم‌های آیدیویی که باز همین حس اعتماد رو تو سایر کاربرا ایجاد کنیم. اصلا بحث و با یه دید دیگه، یه زاویه دیگه نگاه کرد. و یکی هم این که حالا از این سیستم‌های رایدهی برای حالا انواع سازمان‌های دیگه با مختص خودشون، مثلا سازمانی مثل بیمه یا حالا جاهای دیگه، حتی در آینده مثلا توی سیستم‌های حکومتی بشه ازشون استفاده کرد و یه جورایی از این سیستمه در آینده توی جاهای دیگه هم استفاده کرد. به طور مثلا من خودم اصلا حالا اون خط فکری که تونستم بگیرم از این مقاله بود که حالا توی ارائه قبلی من گفتم، از یه پروژه بود که تو دانشگاه سوریخ بود و توی شبکه اصلا واسه فایل شیرینگ ها اینا اومده بودن کار کرده بودن و واسه من خیلی گنگ بود این ریپیوتیشنی که چجوری هندلش کنم، این میزان اعتبار رو. اونجا بود که حالا با خوندن اون مقاله تونستم که این قضیه رو تا حد خوبی واسه خودم هندلش کنم و حالا این فرمولا رو هرچند ساده بتونم در بیارم و بتونم حالا به مرحله شبیه سازی برسم. و موردی هم که هست، حالا من این بحث این اعتباره، یه مورد دیگه هم هست، اسلایدش رو جا گذاشتم، اینم بگم. برای گفتیم ما مکانیزم تشویقی که طراحی کردیم، این مکانیزم تشویقیه اتفاقی که واسش میفته بر اساس این ریپیوتیشنه، ما قطعاً بر اساس همین نسبته، در واقع همین انگار ووتینگ پاوره، میایم یه ریواردی تخصیص میدیم به کاربرامون. یعنی صرفاً توی پلتفرم ما اینطوری نیستش که یه ووتینگ پاوری طرف داشته باشه و فقط همون باشه. حالا اینم باز باید با شبیه سازی آزمون خطا یه درصد دقیق تری واسش در بیارم، ولی فعلا مثلا مقدار ثابت 20% گرفتم که از سود حاصل تمام اون پروژه هایی که تو اون پلتفرم ارائه شدن و جذب سرمایه صورت گرفته، اینا یه سودی داشتن، یه آرایی داشتن. از اونا ما مجموعش رو که بگیریم 20%ش رو تخصیص میدیم به افراد پلتفرم که دقیقاً به نسبت این ووتینگ پاوره بهشون در واقع یه ریوارد پول تخصیص میدیم، توکن تخصیص میدیم که حالا میتونن یا از این توکنای در واقع پروژه هایی که توی پلتفرم لانچ میشه خریداری کنن، یا اینکه در واقع بیان نقدش کنن حتی. یعنی این ریوارد رو ما در نظر گرفتیم که بتونیم تشویق کنیم و اون میزان اون نرخ مشارکت رو بیاریم بالا، چون حالا این یکی از دلایل این که اصلا اعتماد نسبت به این پلتفرم الان کم شده اینی که نرخ مشارکت خیلی کمه و افراد خیلی زیادی نمیان مشارکت کنن و با این مکانیزم حالا ما میتونیم مجاب کنیم که حتی اگر فردی خرید و فروشی هم نداشته باشه، صرفاً بتونه بیاد با رأی دادن و اونجا مشارکت صرفاً با پلتفرم یک کسب سودی داشته باشه. حالا ارائه من تموم شد. اگر سوالی هست بنده در خدمتم.